خوش اومدید به این ویدیو. قبل آموزش دریبل های دریم لیگ لطفاً لایک کنید، سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش رو روشن کنید تا از ویدیوهای ما با خبر شوید. این قسمت که هست اینجا، اینو وقتی به بالا بکشیم این اتفاق میفته. دریبل پله به وجود میاد و اگه به پایین بکشیم اینو، این دریبل میزنه رو زیدانی. و اگر این بالا رو به این سمت بکشیم دریبل رونالدویی میزنه. الان نمیزنه. یا یه دریبلی که همین الان دیدید، این دریبل رونالدویی زد و جهتش هم مثلا این ور بزنی به اون سمتی زنی، این ورم بزنی به این سمت. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. فعلا تا ویدیو بعدی، خدا حافظ.